توی این ویدیو هم می‌خوایم با هم یکم از تکنیک ها رو کار کنیم در قالب اینکه بچه‌ها درخواست کرده بودن با اون چیزایی که بلدن یاد گرفتن تا حالا بتونن یه سری بداهه از خودشون اجرا کنن. توی این ویدیو هم ادامه ویدیو قبلی رو با هم دیگه میریم جلو. تو ویدیو قبلی راجع به 4 مضراب برای بداهه صحبت کردیم. توی این ویدیو هم تمرینای ساده و اینکه تکنیک‌های ساده با هم اجرا می‌کنیم. امیدوارم که به کارتون بیاد. اون دسته از عزیزانی که درخواست کرده بودن بتونن از ویدیو استفاده کنن. در گام سول بزرگ، سول ماژور که از فا دیز داره میزنیم، ماهور سول میشه و اینکه میتونیم از خود سول شروع کنیم. سول فا سول، دوباره، یا بزنیم مدل‌های مختلف. فا سول فا می، سول فا می فا می ره می فا می فا سول لا سولا. یا میتونید دست باز بزنید یا انگشت چهارم که بتونید روش ویبره بزنید. دو سی لا سی دو سی لا سول فا سول، دو سی لا سی دو سی لا سول فا سول. یا میتونیم اینو یه جور دیگه شروع کنیم. ره 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 سول فا سول. رو سوله ویبره، فا سول فا می ره. ره ره می می فا 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 سول 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 لا سول لا دو سی لا سی دو سی لا سی لا سول سول فا سول فا سول. سول فا سول لا فا سول یکی یکی کم میشه. می فا ره می دو ره سی دو لا سی سول لا سول. میتونید هر دوتا با یارشه باشه، یعنی یا میتونید چند تایی با یارشه باشه. میشه سول لا سی لا سول سی. نوتای سول لا سی سول لا سی سول لا سی رو چند بار پشت سر هم میزنیم، تکرارش دلخواهه. ره سی سی لا سی دو سی دو سی لا سی لا سول لا سول لا. اون سی دو سی لا سی لا سول لا سول لا میتونیم آرشه های جدا بزنیم، هر دوتا با یارشه، یا اینکه کلا جدا بزنیم یا اینکه همش با یارشه. یا بشه میشه سول لا سی دو سی لا سی دو سی لا سی دو سی لا سول. سول فا می سول فا. فا می فا رو میتونیم گلیساندو اجرا کنیم، از فا دیز بکشیمش به سمت می. از فا میشه فا می، از روی می بلند میشه. حواستون باشه که می رو محکم بذاریم روی سیم که جای می صدای می عوض نشه. فا می رس فا می. ره ره لا سول فا سول. سول فا سول می فا سول. و اینکه به صورت دوبل اجراش میکنم، سیم چهارم هم صداش بیاد.
سول فا می ره سول فا می ره سول فا می ره سول. فا لا سول فا سول فا می سول فا می سول فا می فا می. اینجا رو فا رو به کار میکنیم، میشه ره می فا می فا می فا می فا سول فا می فا می ره. دو سی دو سی پایین، سی لا سی لا لا سول لا سول لا سی لا دو سی لا سول فا سول، یا جدا یا با هم. سول سی ره سول فا سول. شه سول لا فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سول لا فا سول می فا سول. تیکه خیلی کوتاهی از دستگاه ماهور سول. اول ویدیو توضیح دادم، بازم عرض میکنم این ویدیو برنامه درخواست اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن تهیه شده، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت این ویدیو وجود نداره. هدف خدمت و کمک کوچیکی هست. امیدوارم که بزنید و خودتون بتونید تکنیک‌های مختلف اضافه کنید، نوت‌های مختلف بهش اضافه کنید، طوری که از قالب ماهور خارج نشه. میتونید خودتون چیزای مختلف بزنید. اگر که دوست داشتید میتونید ویدیوهاتون رو برای ما ارسال کنید. با کمال میل در خدمت شما خواهیم بود.